سلام دوستان، به فیلم تیوی خوش اومدین. امروز میخوایم فیلم درام و هیجان انگیز جیل بیت محصول سال 2014 رو ببینیم. تو این فیلم یه دختر 17 ساله میفته زندان و اونجا زندگی بسیار بدی رو تجربه میکنه. بریم ببینیم واسش چه اتفاقی میفته. فیلم از جایی آغاز میشه که کاراکتر اصلی یعنی آنا نیکس توی اتاقش نشسته و در حال ویولون زدنه. چند ثانیه بعد پدرخوندش وارد اتاق میشه و میخواد بهش تجاوز کنه. آنا برای دفاع از خودش اونو هل میده و گردنش میخوره به یک جسم تیز. یک زخم عمیق روی گردنش ایجاد میشه و به خاطر خونریزی جونش رو از دست میده. حالا آنا به خاطر کشتن پدرخوندش میفته زندان و زندگی جدیدش آغاز میشه. وقتی به ساختمون زندان میرسه بدنش رو میگردن و بهش یونیفرم مخصوص زندانیا رو میدن. در ادامه تمام زندانیهای جدید با فرانک رئیس زندان آشنا میشن. فرانک واسهشون سخنرانی میکنه و بهشون میگه که باید قوانین رو رعایت کنن. بعدش زندانیها به سمت سلول هاشون هدایت میشن. آنا با همسلولی خودش یعنی جینی آشنا میشه. جینی 5 ساله که توی این زندانه و هنوز دوران محکومیتش تموم نشده. صبح روز بعد جینی رو میبینیم که داره دزدکی به آنا نگاه میکنه. در سکانس بعدی زندانیا برای هواخوری وارد حیاط میشن. اینجا دختری به نام کودی به آنا نزدیک میشه و باهاش صحبت میکنه. کودی بهش میگه که باید عضو گروهشون بشه و اونا میتونن ازش محافظت کنن. البته آنا پاسخی نمیده. کودی و اعضای گروهش بعدن گیرش میارن و اذیتش میکنن. چند ساعت بعد میبرنش توی یک اتاق و حسابی کتکش میزنن. بعدن بهش میگن که اگه خبرچینی کنه میکشنش. آنا وارد درمانگاه میشه و یکی از پرستارا به نام جین ازش مراقبت میکنه. آنا و جین با هم صحبت میکنن و جین بهش میگه که اگه به مشکل خورده میتونه با رئیس زندان صحبت کنه. آنا به پیشنهاد جین عمل میکنه و میره که فرانک رو ببینه. او از رئیس زندان درخواست میکنه که بندازتش توی یک سلول انفرادی تا کسی نتونه بهش آسیب بزنه. فرانک واسش توضیح میده که انفرادی اصلا جای خوبی نیست و هر روز فقط 1 ساعت میتونه برای هواخوری از سلول بیاد بیرون. در ادامه فرانک به آنا یک پیشنهاد بی‌شرمانه میده و بهش میگه اگه قبول کنه ازش محافظت میکنه. آنا قبول نمیکنه و از اتاق خارج میشه. او به سلولش برمیگرده و اونجا با جینی راجع به اتفاقاتی که در زندان در جریان صحبت میکنه. بعدش هم به هم نزدیک میشن و نون بیار کباب ببر بازی میکنن. فردای اون روز رهبر گروه مقابل میاد سراغ آنا و اذیتش میکنه. بنابراین آنا تصمیم میگیره به گروه کودی بپیونده. البته وقتی میخواد به کودی نزدیک شه و باهاش صحبت کنه یکی از محافظای کودی بهش حمله میکنه. یه نگهبان میاد و دعوا تموم میشه. کودی به آنا میگه برای اینکه به گروه ملحق شه باید یک مأموریت انجام بده. بعد از نهار آنا میره توی سلول کودی و اونجا با هم راجع به مأموریتی که قراره اجرا کنه صحبت میکنن. مأموریتش اینه که به اون دختر سیاه‌پوستی که توی حیاط اذیتش کرده بود حمله کنه. تازه قراره با موبایلی که قاچاقی وارد زندان کردن ازش فیلم بگیرن. چند دقیقه بعد آنا میره سراغ اون دختره و بهش حمله میکنه. نگهبانا میان جلو و از هم جداشون میکنن. حالا آنا باید به خاطر کاری که کرده مجازات شه. نگهبانا بهش میگن که تمام لباساش رو در بیاره و بره توی سلول انفرادی. 48 ساعت بعد آنا رو به اتاق رئیس زندان میبرن و فرانک بهش میگه که اگه قبول نکنه باهاش رابطه داشته باشه باید 2 هفته دیگه توی انفرادی بمونه. آنا به ناچار قبول میکنه. تو سکانس بعدی آنا رو میبینیم که داره تتوی مخصوص گروهی که تازه عضوش شده رو روی دستش میزنه. بعد از تموم شدن تتو همه از سلول خارج میشن و این 2 نفر با هم تنها میمونن. کودی به جدیدترین عضو گروه نزدیک میشه و بعد با هم نون بیار کباب ببر بازی میکنن. روز بعد مادر آنا به ملاقاتش میاد. البته از اونجایی که حرفای آنا رو باور نمیکنه با هم جر و بحث میکنن و دعواشون میشه. چند ساعت بعد وقتی آنا به همراه اعضای گروهش نشستن و دارن صحبت میکنن گروه سیاه‌پوستا بهشون حمله میکنن. دوباره نگهبانا وارد عمل میشن و همه رو دستگیر میکنن. آنا به دفتر رئیس زندان فرستاده میشه و اونجا فرانک بهش میگه که اگه باهاش رابطه برقرار نکنه میندازتش انفرادی. فرانک از هر فرصتی استفاده میکنه تا به زندانی‌ها دست درازی کنه. دختر بیچاره مجبور میشه موافقت کنه و بعد توی حموم زندان گریه میکنه. وضعیت روحی آنا خیلی بده و با همه دعوا میکنه. در نهایت او به مواد مخدر رو میاره تا بتونه با شرایط جدیدش کنار بیاد. کودی از دور آنا رو زیر نظر داره. بعدش هم میره توی سلول آنا و بهش میگه با این کارا فقط زندگی خودش رو نابود میکنه. آنا توجهی نمیکنه و میگه میخواد از گروهشون جدا شه و تنها باشه. حالا که آنا از دوستاش جدا شده گروه سیاه‌پوستا این فرصت رو مناسب میبینن و به آنا
آنا حمله میکنن. وقتی از درمانگاه مرخص میشه میره سراغ دلال مواد و بازم ازش جنس میگیره، اما این بار آنا بعد از مصرف دچار توهم میشه و پدرخونده‌ش رو میبینه. آنا میره توی دستشویی و روی دستش یک تتوی جدید میزنه. بعدم دوباره میره که از دلال جنس بگیره. وقتی جینی وضعیت آنا رو میبینه بهش میگه که با مشاور زندان صحبت کنه تا شاید اون بتونه بهش کمک کنه. البته آنا قبول نمیکنه و دوباره به رهبر گروه دخترای سیاه‌پوست حمله میکنه. حالا آنا توی سلول انفرادی نشسته و حالش خیلی بده. فرانک چند روز بعد میره سراغش تا آزادش کنه. دفعه بعدی که آنا میره سراغ مواد، کدی خیلی عصبانی میشه و میخواد جلوشو بگیره. بعدش دعوا میشه و نگهبانا میان تا قضیه رو فیصله بدن. این بار دیگه آنا نمیتونه شرایط سلول انفرادی رو تحمل کنه و میخواد کار خودش رو تموم کنه. او با شکستن ظرف غذا یک جسم تیز درست میکنه و خودکشی میکنه. خوشبختانه نگهبان زندان زود با خبر میشه و نجاتش میدن. روز بعد آنا توی یک اتاق کوچیک بیدار میشه. یه دکتر میاد بالا سرش و چند تا سوال ازش میپرسه. آنا رو به بخش بیماران روانی منتقل میکنن و داخل درمانگاه یکی از زندانیان جلوی چشمای آنا اووردوز میکنه و میمیره. حالا یکم حساب کار دستش میاد و متوجه میشه مواد زدن آخر و عاقبت نداره. او درخواست میکنه که با مادرش ملاقات کنه. خوشبختانه مادر آنا از حقیقت مطلع شده و میدونه که پدرخونده عوضی بهش حمله کرده. از اونجایی که حال آنا بهتر شده، فرانک با برگشتن او به سلول خودش موافقت میکنه. بعدش آنا رو میبینیم که داره تتوی گروه قدیمیش رو از روی دستش پاک میکنه. در ادامه آنا و جینی با هم سنگ کاغذ قیچی بازی میکنن. وقتی آنا داره ناهار میخوره، بقیه زندانیا اذیتش میکنن. او هیچ واکنشی نشون نمیده و انتقام نمیگیره. البته مدتی بعد کدی و بقیه اعضای گروه بهش حمله میکنن و به خاطر اینکه تتو رو پاک کرده مجازاتش میکنن. فرانک به آنا میگه کدی به خاطر این کارش مجازات میشه و بعد لمسش میکنه. در سکانس بعدی آنا رو میبینیم که از جین کمک میخواد. شوهر خواهر جین فرمانداره و اونا میتونن با کمک همدیگه فرانک رو به سزای اعمالش برسونن. البته فرانک تمام حرفاشون رو میشنوه و چند نفر رو میفرسته بالا سر جین تا ادبش کنن. وقتی جین عقب نشینی نمیکنه، فرانک تصمیم میگیره برای همیشه ساکتش کنه. جین داره لباسش رو عوض میکنه که یکی از زندانیا بهش حمله میکنه و میکشتش. آنا به دفتر رئیس زندان فرستاده میشه و فرانک بهش میگه که معتقد او جین رو به قتل رسونده. آنا میگه از هیچی خبر نداره، ولی فرانک میخواد قتل رو بندازه گردنش. در سکانس بعدی آنا رو میبینیم که در یک مراسم برای زندانیا نمایش اجرا کرده و کارش تموم شده. فرانک بهش نزدیک میشه و با دادن وعده‌های دروغین باهاش رابطه برقرار میکنه. آنا تصمیم میگیره با کمک کدی فرانک رو رسوا کنه. برای همین موبایلش رو ازش قرض میگیره تا بتونه مدرک جمع کنه. اون شب آنا خواب میبینه که فرانک مچش رو گرفته و با صندلی الکتریکی اعدامش کرده. البته نقشه او در زندگی واقعی خوب پیش میره و فرانک از ماجرا باخبر نمیشه. مدتی بعد وقتی جلسه تصمیم گیری برای عفو مشروط آنا برگزار میشه، فرانک به بقیه اعضای کمیته پیشنهاد میکنه که با آزاد شدنش موافقت نکنن. هدفش اینه که تا جایی که ممکنه آنا رو داخل زندان نگه داره تا بتونه ازش سوء استفاده کنه. البته وقتی آنا فیلمی که ضبط کرده رو به همه نشون میده، ورق برمیگرده. خیلی زود دستور دستگیری رئیس زندان صادر میشه و آنا رو هم آزاد میکنن. آنا با جینی و کدی خداحافظی میکنه و بالاخره موفق میشه از زندان خارج شه. در آخرین سکانس فیلم آنا رو میبینیم که داره برای بیننده ها ویولون میزنه. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. پیشنهاد میکنم خلاصه این دوتا فیلم رو هم تماشا کنید.